این هفته دوربین مردم روشنه و همه جنایت‌هایشون رو زیر نظر داره. رئیسی جلاد در حالی نمایش واکسن زنی اجرا کرد که مردم ایران برای دریافت واکسن با چنین وضعیتی روبرو هستند. خیابون کمید، این وضع واکسن زدنه. بعد ارزم به حضورت که مردم رو علاف کردن که واکسن بزنن. ببینید صفو ببین تا کجا رفته. از اون وقت اینجا پل نوابه دیگه، میره زیر اون پل پله هستش. از اون طرف بوفالوی ولایت که پدرزن رئیسی هم هست فرصت پروپکانی دامادش رو شکار کرد و اینطوری مشغول آن گوزمان کردن رئیسی و خامنه ای. از اون طرف بوفالوی ولایت که پدرزن رئیسی هم هست فرصت پروپکانی دامادش رو شکار کرده و اینطوری مشغول آن گوزمان کردن رئیسی و خامنه ایه که اگر این تنفیذ نباشد این ریاست جمهور و این مدیریت اجرایی نامشروع است و از نظر ما طاغوت. تنها چیزی که او رو مشروع می کند این تنفیذ مقام معظم رهبری است به عنوان حجت امام زمان علیه السلام. البته این علم الهدی خودش هم میدونه که دوره این گاز دادن ها گذشته و 2 قدم دیگه خودش و دامادش و ولی و فقیهش کله پا میشن. این ولی فقیه که علم الهدی اینطوری حلواش میکنه همون ولی فقیه که تو فضای حقیقی عکسش رو به آتیش میکشن و تو فضای مجازی هم اینطوری توصیفش میکنن. طوله عدل مدل تو طوله آسد علی چجوره یه ریش داره تا سینه سینه پوزکینه قلبش مثال سنگه حرفاش همش جفنگه رهبر مسلمینه نوکر روس و چینه تانکرها رو بار کرده دلارا رو انبار کرده هر که کنه انتقاد از رشوه و از فساد لاتای نافکارش آتش به اختیارش با کل توی خیابون میرن سراغ انسون دست زهاک و بسته رو تخت خون نشسته تا یک آخونده رهبر آزاد نمیشه کشور ما ملت کبیریم ایران رو پس میگیریم ما ملت کبیریم ایران رو پس میگیریم. این روزا نوچه های عظما دنبال اینن که همه کاسه کوزه ها رو بر سر و عمامه شیخ فری بشکنن و اینطوری وانمود کنن که با رفتن شیخ فری همه مشکلات حل میشه. در این زمینم تا دلتون بخواد جنگولک بازی در میارن. یه نمونهش انتشار اینجور کلیپاست. پایان 8 سال دفاع مقدس در برابر حمله دولت تدبیر و کلید بر شما بازماندگان عزیز مبارک باد.
احتمالاً الان واکنش شیخ فری و باندش نسبت به قیچی شدنش توسط عظما هم اینه. ما رو دور ننداز. ما اینقدر به در نخور نیستیم. البته جنگ و دعواهای باندی تو نظام در نهایت به ضرر عظما تموم میشه و هر مشتی که از هر طرفی در بره آخرش میخوره تو پوز ولایت. آخوندهایی که از ابتدای فراگیر شدن کرونا مدام دنبال نرمالیزاسیون بودن و میگفتن کرونا چیزی نیست، یکی یکی دارن بر اثر کرونا پس میافتن. یه نمونهش این که میگفت از کرونا نترسید اما خودش کرونا گرفت و مرد. آخه این ویروس چیزیه که ما ازش بترسیم. بعضی از خدا نمیترسن از کرونا. ای بابا شنون آب تو لونه ها انداختن. از خدا نمیترسن، از ویروس میترسن. البته این گیج بازی ها متعلق به آخوندهای خورده پاس، وگرنه کله گنده هاشون حواسشون جمعه و مثل این جنتی نه تنها واکسن فایزر زدن بلکه در ملاقات هم شرکت میکنن. ببینید این جنازه متحرک با چه وضعیت مسخره‌ای در ملاقات شرکت کرده. هفته پیش کلیپی رو پخش کردیم که خامنه‌ای منتشر کرده بود و موضوعش دعوا و مرافعه عظما با رفسنجانی درباره مذاکرات بود. فک و فامیلای رفسنجانی هم در پاسخ به عظما این کلیپ رو منتشر کردن. معمولا هم اینه، همه حالا همینطوره. وقتی که با ایشون اختلاف داشته باشیم من نظر ایشون رو نهایتاً حجت میدونم برای خودم، چون ایشون حق اظهار نظر قاطع داره دیگه، رهبره. من گفتم خیلی خب ما دیگه حرف دیگری نمیتونیم به شما بزنیم، فقط مسئله ما هست و خدا. بالاخره روز قیامت از من و شما میپرسن اگر ضرری، این همه ضرری که این طرف هست که ضررش خیلی سنگین‌تر بود برای نظام، این مشکلات و سلمونان نظام اینا رو شما به عهده میگیرید، من دیگه حرفی ندارم. چون گفت بله اون جواب خداییش با من باشه. آخوند گوشخوار اژه‌ای در هفته‌ای که گذشت رفت بازدید تیویریش و اونجا سوتی بازاری رو انداخت که بیا و تماشا کن. ببینید خبرنگار تیویریش درباره فساد و رشوه‌گیری تو سیستم نیروی انتظامی و قضایی آخوندا چی میگه. عرض لباش گرفته میشه، من گزارشگر تا میام اداره باور نمیکنید آیه مدیر کل آیه مستر قمری وفا SMS رو بهتون نشون دادم، تو اینستام پیام داده که آیه فتحعلی زاده گزارش خوب بزن، من دارم خونه نگاه میکنم. همون عروض لباشه. خیلی از شاید گزارش شما اشکال داره، اون عرض لباش نیست، اشتباهی گرفتید. احتمال بدید دیگه. مأمور راهنمای رانندگی چاقو خورده، تقریبا 7-8 تا ضربه چاقو خورده. 5 بعد از ظهر آزاد میشه متهم با 60 میلیون تومان وثیقه. یه همچین مسائلی ما داریم. خواهشم سارق رو تو ماشین گرفتن، تصویرش که من متوجه نشدم. ببین آقای فتحعلی اینجوری کلی گویی واقعا نمیشه. اگر شما یه مصداق را بیارید ما نشون بدید، ببین اینجوری کلی که میگید عذر میخوام، نه من میتونم کاری بکنم، نه شما، نه ناجا. شما یک نه مصداقی ببینید کلی گویی واقعا ترتیب اثر زیادی داره نمیشه. البته این ماسمالی کردن ها و ترمز زدن های اژه‌ای دردی از نظام دوا نمیکنه و باعث میشه چهارچرخ عظما به هوا بره. کابینه رئیسی در حالی تشکیل شد که وزیر خارجش این مشنگ دلوکسه.
از روی مغز کپک زده این میشه فهمید که این دولت چه دیپلماسی داره. من آخرین سفری که به دمشق داشتم جمعی از دوستان سردار سلیمانی که جزو مستشاران نظامی هستند، اینا میگفتن که رابطه روحی ما با سردار بگونه است. گاهی اوقات عملیاتی داریم با همکاری نیروهای مسلح سوریه و اینا که یه منطقه‌ای رو بریم آزاد بکنیم که در اختیار تروریستاست، هنوز در مثلا شرق فرات در سوریه. شب سردار رو تو خواب میبینیم، روی نقشه به ما میگه این تصویری که کشیدید از اینجا برید به نتیجه نمیرسید و رو این مسیر رو باید برید طی کنید و ما فردا با اون نقشه میریم. این دیگه خیلی باید اون سیمشون وصل باشه، این ارتباطات رو داشته باشن. حالا سری بزنیم به تازه ترین محصولات اقتصاد مقاومتی. از قابلمه جوجه پس شروع میکنیم. به نازم اسمال آقا راننده خلاق که برداشته با قابلمه که ننش دور انداخته جوجه پس درست کرده. ایول به نازم به این ذهن خلاق. خب این هم نتیجه خلاقیت اسمال آقا. ولی واقعا این قابلمه کارایش خیلی بیشتر از اون قابلمه کرونا یا به سلامیه. حالا این رو داشته باشید تا بریم سراغ نمونه بعدی که یه دستاورد جدیدی در عرصه ساخت ترمزه. حالا که صحبت از ترمز شد، این کلیپ رو هم ببینیم که تحت عنوان ترمز پراید تو فضای مجازی منتشر شده. الان وضعیت اقتصاد مقاومتی به جایی کشیده که آخوندا حتی یه قیچی هم ندارن که باهاش توی مراسم افتتاحیه روبان پاره کنن. اینطور میشه که افتتاحیه تبدیل میشه به افتضاحیه. بعضی از مداحان هم هستن که دوز نوآوری رو خیلی بالا بردن، مثل اینکه ملودی فیلم هندی شعله رو برداشته و گذاشته روی نوحش. Eşki tenden soymaz, senden doymaz. Yar, yar zari evden goymaz, gemli goymaz. همه ما داستان‌های ظهور امام زمان‌های قلابی در جبهه‌های جنگ رو شنیدیم، اما حالا وضعیت طوری شده که توی آپارتمان‌ها هم امام زمان قلابی ظهور میکنه. یه نمونهش اینه که مدعی باید با خامنه‌ای دوست بشیم. سلام ای ملت شریف ایران، من سعید کشتار هستم، اسم مادرم آفتاب، اسم پدرم هم نادر، اینم همسرم و پسرم و همسرم. امام زمان هستم. برید سندم هم کتاب حافظ، غزلهای حافظ با شمس تبریزی، کمک بکنید. ما هممون با هم دوست هستیم، هیچ کم با هیچ که دشمن نیست، از اون رهبرش تا آدم معمولش با این ایران. ما همه ملت ایران باید به کمک هم دست به دست هم بدیم که دنیا رو بسازیم. برید به پیشگوی امام صادق و امام علی نگاه بکنید، به پیشگوی زرتشت نگاه بکنید. سندم هم حافظه. ای ملت ایران این فیلم رو پخش بکنید که همه دنیا بدونن که امام زمان آشکار شده.
تیوریش هم همچنان در حال پخش صوتیه، از صندلی مجری گرفته. خب شبتون بخیر دوستان بیننده همراهان شبکه 3 فوتبال فرزان. صندلی من در 10 ثانیه پایانی به یک برو رفت پایین، یعنی دیگه بالا هم نمیاد. حالا یه برگل پایین ترم رفتم فکر کنم یه ذره. ببخشید من اینو با آقا وفا الان دیگه از بالاترم نمیاد. اما با میهمان محترم برنامه می‌خوایم صحبت. تامیز برنامه‌شو توی استودیوی توکیو پی میگیریم گفتگو با علی داوودی رو از استودیوی المپیک 2020 در توکیو که در آخر توجه شما رو به یه نقاشی سه‌بعدی جالب و هنرمندانه جلب می‌کنیم که هر چشمی رو به خطا میندازه.